خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خسته نباشین. اینجای روز این جلسه در مورد کانترکت یا قرارداد قرار صحبت کنیم. همونطور که خب از اسمش هم معلومه، قرارداد در واقع سندی هستش که مربوط به مذاکره هستش که بین تامین کننده و شرکت اتفاق میفته. میتونین ازش استفاده کنین، میتونین استفاده نکنین. توی SAP آپشنال هستش. خب توی قرارداد برای در واقع فیلد هایی که ما نیاز داریم ازش استفاده کنیم، خب قرارداد ما توی SAP دو حالت داره، یا value contract یا quantity contract، در واقع یا تعدادیه یا ریالیه. برای اینکه وارد صفحه در واقع کانترکت بشیم، از مسیر در واقع سب منو اگر بخوایم بریم که لاجستیک، متریال منیجمنت، پرچیسینگ، آوتلاین اگریمنت، کانترکت و کرییت ME31K، و یا اینکه مستقیم از ME31K در واقع همین بالا توی قسمت تسک بار تایپ میکنیم و دکمه اینتر رو میزنیم. توی قسمت Create Contract Initial Screen از ما چند تا فیلد میخواد. فیلد هایی که نیاز هست تا به سیستم بدیم تا بتونیم که کانترکت رو ایجاد کنیم. یک ساپلایر هست، تامین کننده. دو، نوع قراردادمون، نوع توافقناممون، تاریخ توافقنامه که به صورت دیفالت تاریخ روز رو میاره، اگر بخوایم میتونیم چنجش کنیم، و پرچیس ارگانیزیشن، پرچیس گروپ یا همون سازمان خرید، نفر خرید، و اطلاعاتی که توی پایین صفحه اگر ببینید دیفالت دیتا فور آیتم، اطلاعاتی هستش که میخوایم به صورت دیفالت یا پیشفرض روی سند بیاره. خب ما یه تامین کننده اول پیدا میکنیم. میخوایم بگیم که با کدوم تامین کننده قراره که قراردادی داشته باشیم. آره اگه باشه بزنید تو برام. خب میتونیم بر اساس کمپانی کدمون و یا در واقع ساپلایر بای پرچیسینگ اون نوع در واقع تامین کنندمون رو فیلتر کنیم. پرچیس ارگانیزیشن اگه باز کنیم، مثلا میگیم که ما برای